خیلی از داوطلب‌ها توی پارت 2 اسپیکینگ آیلتس وسط کار کم میارن یا حرفشون قطع میشه. امروز میخوام یه ساختار خیلی ساده بهتون معرفی کنم به اسم 0131 که کمکتون کنه راحت بتونید صحبت کنید. اون 0 یعنی یه معرفی خیلی کوتاه از موضوع داریم اول کار. اون 1 یه خط اصلی یا دلیل اصلی رو میگیم. اون 3 تا جزئیات واضح مثل زمان، مکان یا احساس رو با مثال میگیم و اون 1 آخر یه جنبندی کلیه. بذار یه نمونه براتون بگم. مثلا سوال اینه Describe a person who inspires you. برای 0 یه اینترو میدم. I want to talk about my high school teacher. He was my English teacher for 2 years. برای اون 1 میام اون main line نمو میگم. He inspires me because he was a good teacher and helped me improve my English. حالا میرم سراغ اون 3 تا دیتیل ها. He taught English in a simple way. He explained the grammar and gave us examples. Sometimes I didn't understand, but he repeated patiently. دومی, he always came to class on time. That showed me that he respected his students and his job. سومی, he helped me before exams. For example, he gave me extra exercises and told me not to give up. برای اون 1 آخر میام یه جمع‌بندی میکنم. That is why I think of him as an inspiring teacher. He was not famous, but he really influenced my learning. دیدید با همین فرمول ساده میتونید بدون مکس بین 1 تا 2 دقیقه کامل صحبت کنید. اگر میخواید 3 تا نمونه پاسخ کامل با همین ساختار برای نمرات 6, 7 و 9 رو ببینید، کافیه زیر همین ویدیو کامنت بذارید answer sheet یا به هم پیام بدید تا براتون یک فایل PDF رایگان ارسال کنم تا بتونید بیشتر تمرین کنید.